رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از برای مؤمن در جنت خیمه هست، خانه هست، من لؤلؤة واحدة مجوفه. زیبا بیان میکند این عمارتی که خداوند برای بنده خود در جنت آماده کرده است از لؤلؤ است. لؤلؤ از غیشت نیست، از غیشت خام و پخته نیست، از خاک این دنیا نیست، بلکه از لؤلؤ است. لؤلؤ، اون لؤلؤ اگر 1 کیلوی او در دنیا باشد خدا داناست که بودجه تمام دنیا را بسنده است. 1 کیلوش اگر در دنیا باشد، 1 کیلوی اگر لؤلؤ در همین دنیا باشد، میگن از لؤلؤ است. همون عمارتی که پروردگار برای جنتی ها در جنتش بنیاد کردگی است، منتظر اهل جنت است. مجوفه، لؤلؤی که میگه کاواکی ها دارد، مقصد زیبندگی ها دارد. بلندیش چند است؟ طولها 60 میلا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت آن عمارتی که ای بنده های خدا، من از پروردگارم امید دارم و باوری دارم، ای بنده های عزیز، انشاءالله خدا خواسته باشد شما این عمارت ها داخل میشوید، انشاءالله این عمارت ها بهر شماست، برای شماست. حبیب خدا میگوید 60 میل این عمارتی که از لؤلؤ ساخته شده است که انداوه او، انداوش ما و شما انداوه را خاک مثال که و دیگر استفاده میبریم، انداوه هاش از مشک است. مشک چه بوی زیبایی دارد. بلندیش میگوید 60 میل است. 60 میل. امام نووی میگوید 1 میل 6000 ذراع است. 6000 ذراعش 30 کیلومتر میشود. اگر 60 به 30 ما اگر ضرب کنیم، یک عمارتی که خدا در این 10 برابر دنیا برای پسترین جنت میداده است، بلندیش 180 کیلومتر است. قسم به بزرگی پروردگار دادر عزیز، این حق است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اعددت لعبادی الصالحین، پروردگار برای بنده های خود آماده کرده است ما لا عین رأت. برای چی این گپ گفتند؟ ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. برای چی این سخن گفتند؟ چشم وی ندیده، گوش وی نشنیده است، حتی در دلتان شما تصور کنین، تصورتان نادرست است. میگویم مقصد شما تصور کردن نمیتونین. شاید بعضی ها کم کم وسواس شیطان هم اونها را غم دهد که 180 کیلومتر برای یک آدم اهل جنتی خدا از لؤلؤ، قسم به نام خدا الله خودش وعده دارد من برای شما این عمارت ساختم. این عمارت ساختگی است، الله که منتظر شماست.